سلام به دوستای عزیز و یک پرسش بدری داشتم، گرچه ما بیشتر در این مورد به پشتو صحبت کردیم. جوانای عزیز ما که تقریبا نوجوان هستن، اینا میگن که چطور میتونیم از اهداف خود نگذریم. یکی از دوستا در کامنت گفته بود که مثلا من تصمیم میگیرم که فلان کار میکنم، بعد یکی میایه میگه که نه گمشگویی از خودت نمیشه، یا این کار به اساسی سوی تو نیست، یا بریزی هنوز وقت است. باز میگه دلم سیاه میشه و کار میمونم. باز 6 ماه بعد میبینم که یک نفر دیگه اونمو کار کرده، از من کرده بدتر کرده، ولی به یک نتیجه خیلی خوب رسیده و من میگم که ای کاش دم اولی کار نمیموندم. و این خیلی جالب است. به بسیاری جوانای ما آموخته میشه که چطور تحت تاثیر یک فرد دیگه باشه، و اکثریت جوانای ما پیرو خیلی خوب است، اکثریت جوانای ما اصلا پیروی نمیکنن و اردو حالت خوب نیست. اگر شما یک پیرو خیلی خوب باشین که یک فرد هر چیزی میگه شما قبول میکنین، در خطر هستین. و اگر شما فرد هستین که میگین نه همه چیز ما خودم میفهمم و هیچ ضرورت نیست که کسی دیگه برام نصیحت کنه، بیشتر در خطر هستین. مسئله دیگه خیلی مهم است. افرادی که نابغه خاص است ولی پلان نداره در زندگی خود ناکام است. افرادی که احمق خاص است ولی پلان داره در زندگی خود کامیاب است. ما اکثرا وقتی میشینیم به شکل خاص، مثلا بعضی مریضا پیش من میایه یا بعضی جوانا پیش من میایه و اینا میشینن با من صحبت میکنن و وقتی طرز صحبت مرا میبینن، معمولا طرز صحبت من خیلی خشن است، دوستایی که مرا میشناسن، دو شکل، دو گروپ جوان داریم. یکی وقتی میاین طرز صحبت‌های مرا میبینن که خشن است و اکثریتش حقیقت است و بر اینا هیچ چیز زیبا نمیسازم. مثلا نمیگم که زندگی زیباست و نفس عمیق بکش همه چیز خوب میشه. وقتی تو میرسه، وقتی میبینه که ما آمده بودم که یه آدم برای من یگان چیزای دروغ بگوید تا چند دقیقه دلم خوش شوه، اما این کار نکرد و برعکسش حقیقت آورد پیش رویم و این جوان حوصله‌اش نداره که خود تغییر بده، این فرار میکنه. بار دوم پیش من میایه و این خیلی خوب است، چون افرادی که نمیخواین زندگی خودت تغییر بدن و وقتی میاین پیش خودت وقت تضایع میکنن. بس خوب است برن پیش کار خود، برن پیش افرادی که برش دلداری میته و ای دوباره خوش میشه، میبره بیرون، یک دو روز از زندگی خود لذت میبره. صبح باز دل سرد است، باز باید بره پیسه تحویل کنه که باز یک دلداری شکل دروغی برش گفته شود، بعد یک چند روز خوش باشه و باز بره. هم ساعت او فرد که ایره دلداری ناق میته، رای حل واقعی را برش نشان نمیته، تیر است. هم ساعت یه تیر است، اما موت نمیخوایم. من نمیخوایم که دیگه دوکانم چلیده بره و یک جوان در تکلیف باشه و هر وقت که پیش ما بیای حس آرامش کنه از ما، که برای باز حقیقتای زندگی یک سیلی بر روی زی بزنه و باز ای بده و پیش ما که ما برش دروغ بگویم. دوم افراد هستن که ای گپای مرا که وقتی مشنوه خیلی زورشان میده و وقتی مبرای خیلی قهر هستن، اما 2 روز بعد دوباره زنگ میزنه دکتر صاحب میخوایم پیشت اپاینتمنت بگیریم، ما میخوایم باز با تو صحبت کنیم. و این بار به خاطر جنگ آمدن، چون حس میکنن در جلسه اول ما به اینا توهین کردیم، در حالی که توهین نکردیم. حقیقت زندگی اینا رو در پیش رویشان ماندیم. و زمانی که میاین به خاطر جنگ و دوباره میشینن با ما و نمیتونه که جنگ برنده شود، چون کل اشتباه در وجود ایناست، آغاز میکنه به ای که تغییر کنن و در 6 ماه میبینی که جوان به یک جای خیلی خوبی رسیده. بنابراین این مثال چرا براتون دادم؟ اکثریت جوانایی که از اهداف خود میگذره کاتگوری اول هستن. اینا دوست ندارن با مشکلات روبرو شوند. زندگی جنگ است، جنگی که تو باید درش درگیر باشی. حال در جنگ خالواره کسی نمیاره که بر تو بده، یا کلچه نمیتید، یا بمو آروسی خونیست. در جنگ مرمی است، از یک طرف میایه مرمی، از دیگه طرف میایه تانگ است و که تیار است. یگانه کاری را که تو باید کنی پوچ شوی که مرمی نخوری، دشمنت بکشی و پیش بری. هر کسی که در جنگ ترسید اولین فردی است که میموره. و هر جوانی که کار جدید آغاز میکنه، اولین چیزی که اینا با او روبرو میشه ترس است.
از اون خاطر یک لکچر مکمل دارم به نام B2B Business Psychiatry، چطور میتونیم تجارت داشته باشیم. و همیشه من میگم که پیسه‌دار و غریب بودن با داشتن پول نیست، این منتالیتی است. اگر تو در مغزت پیسه دار هستی پیسه یافت میکنی. اگر در مغزت باور نداری که نه من نمیتونم پیسه دار شم، در زندگیش نمیتونی. هر چیز مربوط مغز است. اگر تو بالای خود باور داری و یک کار را انجام میدی ولو کار ناممکن هم باشه، باور داشتن تو او را ممکن میسازه. و ایره از لحاظ ساینس و طبابت من میخوایم براتون بیان کنم. یک فرد است در حالت عادی از وجوی خیز زدن نمیتونه. برش بگو پشت سرت شیر است میخورید، تو سعی که چرا خیز میزنه، 3 برابر وجوی خیز میزنه یا نه. بناهن زمانی که شما ترسیدین خوش شوین، چون ترس آغاز تغییر است. تا که شما نترسین تغییر نمیکنین. حال جوانای کاتگوری اول چی میکنن؟ امی که ترسیدن تسلیم میشن، از اینا چیزی جور نمیشه. جوانای کاتگوری دو کی است؟ که ترسیدن تدابیر میگیرن، که تدابیر گرفتن این ترس از بین میره، ترس نو پیدا میشه، ترس بزرگتر. بر زود تدابیر میگیره، او از بین میره، ترس بزرگتر پیدا میشه. تدابیر میگیره اما در بینش گیر میایه، تسلیم نمیشه، مبارزه میکنه. و وقتی که مبارزه کرد از این ترس هم پیش رفت، دیگه ترس برش بی‌معنی میشه. دیگه که در زندگیش ترس نباشه اصلا او زندگی نیست. بنان ترس، استرس، پریشانی این چیزای خوب است، چیزای بد نیست، چون این چیزها باعث تغییرتان میشه. یک فرد است یک وظیفه داره، آرامی که 6 تا ولا که سی وی خودم جور میکنه، برای زنگ میایه ولا شاید تو از وظیفه بکشیم، دمی 1 ساعت سی وی هم جور میشه، jobs.if هم میبینه، جا akbar.if هم میبینه، اینجا را بیبی اونجا را بیبی، سی وی تا جور کو، به این روان کو، به اون روان کو. چرا؟ چون ترس بود که تو را مجبور ساخت که یک عکس العمل شدید نشان بدی و این عکس العمل باعث میشه که تو یک جای بهتری بری. فردا میبینی پس رئیسش زنگ میزنه ببخشید تو را نمیکشیم، من پلان کنسل شد، اما بریزی وقت از یک جای دیگه آفر خوب شده، والا رئیس صاحب تو میکشی نمیکشی، من سی وی روان کرده بودم جای دیگه ماش خوب میته، خداحافظ من میبرم. ترس باعث برنده شدن شما شد. اکثریت افراد از بر شما چا میکنه. برای من بسیاری میگه که دوستایت دوست داری یا دشمنایت؟ من میگم دشمنای من دوست دارم. دشمنای من مرا قوی تر میسازه، دوستای مرا ضعیفتر میسازه. در دفترم من دشمنای خیلی زیاد دارم، فکر میکنم دارم، در حالی که یک آدم خیلی عاجز هستم. مثلا در محیط کاریم، در معاینه خانیم، در شفاخانه. حال هر دشمنم باعث تقویت و قوی شدن من شده. مثال براتون میتونم، مثلا من کوک میزنم و یک دشمنم میاد برام میگه که این کوکت اشتباهه، درست نیست. امی که میبرایم میرم در یوتیوب میشینم سرچ میکنم که کوک خوبش چه رقم است. وقتی که کوک میزنی یاد میگیرم، اشتباهات خود جبران میکنم، میایم پخته تر میشم. اما دوستم نمیگه خب برش بگوی خفه نشه، بانش. ولی دشمنم باعث میشه که من مستحکم تر شم، عالی تر شم، قوی تر شم. استرس، خفگی، اضطراب، پریشانی باعث میشه که شما قوی تر شوین، به شرطی که شما کاتگوری دوم باشین، افراد باشین که تسلیم نشین. اگر افراد بازنده و بزدل هستین، بازی چیزا دگام شما را از بین میبره. خیلی جالب است، در یک سروی نشان داده بودن 2 کاتگوری مردم میره. افرادی که میگفتن استرس بر ما خوب نیست و ما استرس میترسیم، میخوایم در زندگی خود راحت باشیم، و افرادی که میگفتن استرس بر ما خوب است، باعث پیشرفت ما میشه. کاتگوری اولی که میگفت استرس بر ما خوب نیست زودتر میمیرن. کاتگوری دومی که باور داشتن که استرس باعث خوبتر شدن و قویتر شدنشان میشه، بیشتر عمر کرده. یک چیز، 2 باور. اگر تو باورت در قبال داشتن استرس و اضطراب و اینا مثبت باشه، تو مبدل میشی به یک مرد، تو مبدل میشی به یک زن، از دختر و بچه بودن مبرایی. اما اگر باورت ضعیفتر باشه، تو مبدل میشی به یک فرد بازنده ضعیفه که اعتماد به نفس نداره. این مربوط خودت از تصمیم بگیری. استرس داری، در بدلش یک کار انجام بدی که استرس از بین بره.
نه که استرس داری در بدلش بری ولم استرس دارم دوا نخورم، ولم استرس دارم با یک دکتر مشوره نکنم. نه، بفهم چرا استرس داری. به این خاطر استرس دارم که ناکام نشم. چرا؟ چون با وقت نرفتی پانتون، صحیح درس نخواندی، حال استرس داری، پس اشتباه خودت است. بیشی درست درست بخوان. بان که ناکام شوی، سمستر دیگه درست بخوان. چرا باید استرس داشته باشی؟ زمان استرس و استراب و خفگی پیدا میکنیم که ما تنبلی کرده باشیم، در یک جای مشکل داشته باشیم و این مشکل باعث میشه که ما تباه شویم. به این شکل زندگی پیش میره. طرز زندگی. بنان شما زمانی که از تصمیم خود کنار میرین به خاطر که حس میکنین استرس چیز خوب نیست. یک قصه که خیلی خوب براتون میکنم، شاید بتونین هدف ما درست درک کنین. یک موش میباشه، میره پیش یک آدم خیلی روحانی و برش میگه که ما بتنگ شدیم از این پشک، یک کاری کو. سری موش چف میکنه، از این پشک جور میشه. باز میگه که پشک خود جور آمد و مال از سگ بتنگ هستم، یک کاری کو. یک چف میکنه، از این سگ جور میشه. چند روز بعد باز میگه که والا آل خود سگ هستم، گزاره میشه، ولی از یک گرگ است، از اون بتنگ هستم. چف میکنه، گرگ میشه. میگه از چیز بتنگ شدیم، از شیر بتنگ شدیم. چف میکنه، این شیر میشه. میگه والا از فیل میترسم. آخرم آدم نیکی را میگه که بیادر هر چیزی که کنی مشکل تو در قلبت است. میگه یعنی چی؟ میگه قلب تو از موش است. تا که قلبت از یک شیر نشه، ولو چیری تو هرچی از شیر بسازیم چیزی از تو جور نمیشه. بنان وقتی ما میریم و برای ما میگه که زندگی زیباست، شاید اینا کوشش میکنن چهره ما رو تغییر بدن، اما تا که جرأتش پیدا نکنیم که با اضطراب مبارزه کنیم، با استرس مبارزه کنیم، با افکار منفی مردم مبارزه کنیم، با رواجهای بد فعلی که در جامعه داریم مبارزه کنیم، ما نمیتونیم تغییر داشته باشیم. تا که قبول نکنیم که زندگی سخت است و ما باید سخت‌تر باشیم، نمیتونیم پیش بریم. تا که قبول نکنیم که در زندگی درویه بودن خیلی زیاد است و ما باید با اینا کنار بیاییم، نمیتونیم پیش بریم. تا که قبول نکنیم که در زندگی بی‌عدالتی است و ما باید با این بی‌عدالتی هر رقم که شده جور بیاییم به جای از اینکه شکایت کنیم، نمیتونیم خوب شویم. هر زمانی که شکایت کردن رها کردیم و گفتیم که هر چیزی هست از خاطر ما هست و ما میتونیم تغییرش بدیم، میتونیم موفق باشیم. بنان امید که پرسشتان حداقل جواب داده باشم. ممنون.